آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بندگان مخلص الله سبحانه و تعالی، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بحث این هفته ما پیرامون چی کسانی داخل بهشت می شوند و چی کسانی اهل بهشتند و بهشت برای چی کسانی آماده شده است. در آیه که تلاوت شد الله سبحانه و تعالی می فرماید: وسارعوا الى مغفرة من ربكم، شما بشتابید به سوی مغفرتی که از جانب پروردگار شما هست و شما اعمال را انجام بدهید که به وسیله آن اعمال وارد بهشت شوید، آن بهشتی که عرضها السماوات والارض، پهناورش بزرگتر از زمین و آسمان هست. این بهشت برای چی کسانی آماده شده؟ اعدت للمتقین، برای پرهیزگاران، برای انسانهای با تقوا، برای انسانهایی که اعمال صالحه را انجام میدهند. حالا چی کسانی داخل بهشت میشوند؟ خلاصش همین است که هر کس که اعمال صالحه انجام بدهد وارد بهشت می شود، ولی برای آن انسانهایی که اعمال خاصه را انجام می دهند صراحتاً قرآن و حدیث برای آنها وعده بهشت داده است. اول کسانی که وارد بهشت می شوند رسول معظم اسلام می فرمایند موحدین هستند، یکتا پرستان، کسانی که به غیر الله توجه نمی کنند، فقط تمام عبادات خیش را به خاطر الله سبحانه و تعالی انجام می دهند. شعارشان این است که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این را میگویند که ای الله، نماز من، صدقه و قربانی من، حیات من و ممات من همه لله رب العالمین، آن ذاتی که لا شریک له، شریکی ندارد، مثلی ندارد، مانندی ندارد. در حدیث رسول معظم اسلام می فرمایند من قال لا اله الا الله، کسی که بگوید نیست هیچ معبودی غیر از الله، غیر از الله دیگر معبودی نیست، غیر از الله دیگر شفا دهنده نیست، غیر از الله دیگر روزی دهنده نیست، غیر از الله دیگر حلال المشکلات نیست که مشکلات را حل کنه.
این انسان چگونه وعده داده شده؟ من قال لا اله الا الله دخل الجنه، داخل بهشت می شود. فقط به طور فهرستوار اشاره می کنیم چی کسانی به بهشت داخل می شوند و برای چی کسانی وعده دخول بهشت داده شده است. دوم، انسانهایی که پابندی به نماز دارند، نمازهای 5 وقت را ادا می کنند و در حدیث رسول معظم اسلام می فرمایند کسی که 5 وقت نماز را به وقتش ادا کند، نکته مهم است، به وقتش، نه این که دو نماز را به غیر وقتش بخواند و با نمازهای دیگر او را جمع کند. 5 وقت نماز به وقتش ادا شود. نماز فجر که صبح است وقت داره، نماز ظهر وقت داره، نماز عصر وقت داره، نماز مغرب وقت داره، نماز عشاء وقت داره. کسی که 5 وقت را به وقتش ادا کند و بعد می فرمایند دو نماز را خاص می کنند و من صلی البردین، خصوصا به 2 وقت که بیشتر پایبند باشد، نماز صبح و نماز عصر، و بعد مژده می دهند دخل الجنه، این انسان داخل بهشت می شود که نماز صبح را و نماز عصر را به جماعت و بیشترتر پایبند باشد. نماز عصر تاکید شده، اما او انسانهای بدبخت و شقیی که عصر ندارن و عصر نمیخوانن، برایشان وعده بهشت که داده نشده. وعده چی داده شده؟ پس بناهن این است که رسول معظم اسلام میفرمایند کسی که به 5 وقت نماز پایبندی داشته باشه، خصوصا به وقت صبح و به نماز عصر، این 2 نماز صلات البردین گفته شده، میفرمایند دخل الجنه، این انسان داخل بهشت می شود. سوم، روزه گرفتن هست. انسان هایی که روزه رمضان میگیرن مژده بهشت داده شده. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و فی روایت فتحت له ابواب الجنه. کسی که روزه میگیرد با اخلاص کامل، با ایمان کامل، فتحت له ابواب الجنه، باز کرده میشه برای شخص دروازه های بهشت. پس انسانی که به توحید پایبند باشه، انسانی که به نماز پایبندی داشته باشه و انسانی که به روزه پایبندی داشته باشه، وعده بهشت داده شده صراحتاً. چهارم، زکات دادن هست. کسانی که زکات میدهند به پاداش این فرض الهی را که انجام میدهند، الله سبحانه و تعالی وعده بهشت و وعده خوشبختی داده. آنهایی که زکات خود را میدهند درست و صحیح، رسول معظم اسلام میفرمایند ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقته. الله اکبر. کسی که زکات را میدهد، این زکاتی که در دنیا ادا کرده به صحرای محشر که دشت سوزان هست برایش سایبان ساخته می شود. و بعد داخل بهشت می گردد. پنجم، گفتیم چی کسانی اهل بهشت هستند؟ الحمدلله. تا به این سرحد رسید من و شما موحد هستیم، الحمدلله. 5 وقت نماز را به وقتش ادا می کنیم، الحمدلله. روزه رمضان را می گیریم، الحمدلله. مالک نصاب بودیم، زکات میدیم، الحمدلله. پس این مژده هست. اینا احادیث است که رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم برای من و شما بیان فرمودن. پنجم، حج که انسان میره اینقدر همه زحمت، مشکلات، اینها را، مشقتهای را جانی و مالی خلاصه زحمت میکشد، رسول معظم اسلام میفرمایند الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه.
کسی که حج مبرور را انجام میدهد پاداش ندارد جز این که بهشت در انتظارش هست. این اهل بهشت هست، به این پاداش و به این عملی که انجام داده پاداشش بهشت هست. ششم، کسانی که در راه الله جهاد میکنن، در راه الله به خاطر اعلای کلمت الله در مقابل دشمن ایستاده هستند. اینها وعده بهشت الله برای آنها داده. آیه مبارکه هست ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. پاداش چی؟ آنهایی که در راه الله، آنهایی که با الله معامله میکنن، ان الله اشترى، خب معامله میکنن، به اموالهم و انفسهم، مال را هم میدهن، جان را هم میدهن. که چی بگیرن؟ جان و مال را به الله دادن، حالا که جان و مال را هم الله برای ما داده. این لطف الله هست. جان را هم الله داده، مال را هم الله داده، باز میگه ای بنده من بیا با من معامله کن. این جان و مالی که برای تو دادم در راه من و به خاطر اعلای نام من و به خاطر جاری شدن احکام کتاب من، بیا جان و مال رو بده. پاداش چی میشه؟ بأن لهم الجنه، بهشت برای تو میدهم. جنتی که نزولا مهمانی هست، از طرف غفور و رحیم هست، این پاداش برای تو هست. پس چی کسانی به بهشت میروند؟ مجاهدین واقعی فی سبیل الله، کسانی که در راه الله جهاد میکنن، جهادشان فقط به خاطر الله هست، نه به خاطر دیگر چیزی. هفتم، چی کسانی به بهشت داخل میشوند؟ کسانی که اطاعت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بنمایند. در حدیث می فرمایند رسول معظم اسلام من اطاعنی، کسی که اطاعت از من بنماید پاداشش چیست؟ دخل الجنه، داخل بهشت می شود. اینها همه عزیزان من از لابلای قرآن و احادیث جواب داده می شود. چی کسانی به بهشت داخل می شوند؟ کسانی که اطاعت از رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم کرده باشند و بنمایند. هشتم، حفظ نمودن اسماء الحسنا. در روایت آمده که الله سبحانه و تعالی 99 نام دارد. نامهای پروردگار عالم: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الستار. 99 نام داره الله سبحانه و تعالی. در حدیث می آورد کسی که این نامهای پروردگار را حفظ کند و بعد غور کند، فکر کند که چی خالق زیبایی دارم، چی ذاتی که ستار هست. الله خیلی ستار هست، ای پوش هست. یکی از ستاری پروردگار عالم این هست که اگر گناه در وجود انسان تبدیل به بوی میشد، سبحان الله سبحان الله، چقدر عواقب خطرناک. این ستاری الله هست. پس کسی که 99 نام الله را حفظ کند و با غور و با تفکر آنها را بخواند، رسول معظم اسلام می فرمایند و من احصاها، نامهای پروردگار، دخل الجنه، داخل بهشت می شود. دخل الجنه، متفق علی. حدیثایی که در بخاری و مسلم و صحاح سته هست. نهم، کسی که تلاوت قرآن می نماید اهل بهشت هست. کسی که هر روز یک جز، نیم جز، کمتر بیشتر، با تفکر و با تدبر قرآن را تلاوت می کند، رسول معظم اسلام می فرمایند یقال لصاحب القرآن، به روز قیامت گفته می شود برای صاحب قرآن
برای تو کسی که قرآن را تلاوت میکنی گفته میشود اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا الحدیث. گفته می شود که این قرآنی که تو در دنیا تلاوت می کردی در بهشت داخل شو و تلاوت کن. هر آیه‌ای که تو تلاوت کنی مقام و منزلت و جایگاه تو بلند می رود. این انسان ها اهل بهشت هستند که قرآن تلاوت می کنند و قرآن می خوانند. این حدیث هم در ترمذی و ابو داود ذکر شده است. دهم، خواندن بعضی از سوره های قرآن و آیه های قرآن سبب دخول بهشت می شود. در حدیث رسول معظم اسلام می فرمایند کسی که هر شب سوره تبارک الذی بیده الملک، سوره ملک را بخواند، یا کسی که سوره اخلاص قل هو الله احد را زیاد بخواند، این سوره ها به صحرای محشر استاده می ضمانت می کنم که این وارد بهشت شود. 19، چه کسی اهل بهشت هست؟ قاضی که بین مردم با عدل و عدالت حکم می کند. قاضی که بین مردم با عدل و عدالت حکم می کند. رسول معظم اسلام می فرمایند القضاة ثلاثة، قاضی ها به 3 قسم هستند، 3 گروه هستند. و بعد می فرمایند اثنان فی النار و واحد فی الجنه. قاضی ها به 3 گروه تقسیم میشن، 3 دسته تقسیم میشن. 2 گروه از اونا اهل نار هست. قاضی هایی که اگر امروز اونها را قاضی صاحب میگن متوجه باشند، آنهایی که ظلم و ستم، آنهایی که انسانهای بیگناه را به زندان میاندازند، آنهایی که انسانها را به جرم القاعده و تروریست به زندان میاندازند. خوب میدانند که این لفظ القاعده و تروریست در کی به زبانها داده، خوب میدانند، جای توضیح نیست، اما متوجه باشند. رسول معظم اسلام میفرمایند اثنان فی النار، از این 3 گروه 2 گروه قاضی ها اهل نار هستند، اهل آتش جهنم هستند. اینا چی کسانی؟ کسی که بهشتی هست، 1 حق را میداند و به حق قضاوت میکند. این قاضی اهل بهشت هست. خوشا به حال تو کسی که حق را میدانی و به حق قضاوت میکنی. این قاضی اهل بهشت هست. گفتیم چی کسانی اهل بهشتن؟ از او جمله 1 گروه قاضی که حق را میداند و به حق حکم میکند. دوم، چی کسی؟ 2 گروهی که اهل نارن، اینه که با جهل و نادانی بین مردم قضاوت میکند، چیزی را نمیداند و هم ناحق قضاوت میکند. این اهل نار هست. سوم، قاضی که میداند و به ناحق حکم میکند. رسول معظم اسلام میفرمایند جای این قاضی آتش جهنم هست. حالا بگیر رشوت را، حالا زندگی آرگاه بارگاه را به سر هم کن. او مظلومینی که نامه‌های زیاد پیش من هست که از زندان روان کردن، که فریاد میزنن که ما بیگناه به محبس افتادیم. اینایی که به محبس میرن به دستور کی؟ به دستور همین قاضی ها هستن. حالا او کسی که با گناه رفته و قاضی با عدل و عدالت قضاوت کرده، که آفرین و بهشت هم جایش. اما میدانیم که قضاوت های امروزی اکثرا چگونه هست. 1 سری به محبس بزنیم، 1 نگاهی بکنیم، تشخیص بدیم که کدام یک جرم داره و کدام یک جرم نداره و جرمشان چیست. و جرم چیست؟ جرم اسلامیت. کسی با یهود و نصارا بجنگه، این جرمه؟ کسی که رسول الله با او جنگیده، آیا امروز بجنگیم جرمه؟ کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تا لحظات اخیر که میخواستن چشم از دنیا ببندن میگفتن یهود را به جزیره العرب راه ندهید، امروز با او جنگیدن جرمه؟
این قاضی باید او را به زندان بفرسته؟ پس قاضی جان متوجه باش، این جان من از این گرفته شده که الله میگه و بشر المنافقین. الله آتش منافقین که بیشتر میکنه میگه مژده بده به منافقین. من حالی این جان من مثل مژده منافقین هست. قاضی جان هر حکم داری بکن، آتش جهنم در انتظار تو هست، در انتظار تو هست. تو برادر مظلومی که مظلوموار به زندانی و صدای مرا میشنوی، صبر و استقامت و پایداری داشته باش، مثل همان لحظه‌ای که حضرت سمیه و خانواده یاسر به دست دشمنا شکنجه می شدن، رسول الله از کنارشان عبور کردن، کاری از دستشان نمی آمد، فرمودن صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنه. من برای شما عزیزانی که به جرم دین اسیر شدید، برای شما میگویم صبرا فإن موعدکم الجنه، صبر کنید، وعدگاه ما و شما بهشت است. سمیه هم شکنجه شد و شهید شد، آل یاسر هم شکنجه شد، مشکلی نیست. خدای تبارک و تعالی یک نامش حق است، چنین نمیمانه. به داخل زندان صابر باش، استقامت داشته باش، به خاطر الله، به خاطر الله اسیر شدی غمی نداره. مسلمان چی به زندان باشه، چی کشته بشه، چی فراری باشه، مسلمان به هر جا که باشه او را نمیتوانن از خدایش جدا کنن، او را نمیتوانن از محبوب حقیقیش که رب العالمین هست او را جدا کنن. به این سروران عزیز و بزرگوار، اهل بهشت چی کسانی هستند؟ 19 قاضی که بین مردم با عدل و عدالت حکم می کند، که آن قاضی که چنین قلمی داره که با عدل و عدالت حکم می کنه، خدایا او را حفظ بفرما. و آنهایی که با قلم خود ظلم و ستم می کنن، ای الله آنها را هدایت کن، و اگر قابل هدایت نیستن آنها را در دنیا خار و ذلیل بگردان و آنها را به آتش سوزان خود وصل کن. 20 از جمله چی کسانی اهل بهشتن؟ زنی که اطاعت از شوهر بنماید. در روایت می آورد زنی که 5 وقت نماز بخواند، اطاعت از الله که او فوق همه است، 5 وقت نماز و روزه رمضان و موحد و اطاعت از شوهر بنماید، حدیث رسول معظم اسلام هست که دروازه های بهشت او را صدا می کنند. ای خواهر مسلمان، اطاعت از شوهر سبب دخول بهشت تو هست، نافرمانی از شوهر سبب دخول نار می شود. اما این را هم باید اشاره کنیم، تا زمانی که شوهر او را به خلاف شرع امر نکند. اگر شوهر زن را به خلاف شرع امر کرد، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، آنجا دیگه اطاعت لازم نیست. وقت ما رو به اتمام هست عزیزان من، ولی 30 موضوع پیش ما بود که 20 تا اشاره شد. 21 به طور خلاصه و فشرده احسان و نیکی به حیوانات. در حدیث رسول معظم اسلام می فرمایند که شخصی از راه عبور میکرد، تیر شد، دید که یک سگ، یک کلب، حیوانی کنار چاه میچرخد از تشنگی، ولی نمیتواند آب بنوشد. این شخص انسان خوبی هم نبود، ولی چه کار میکنه؟ من لم یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه رحم نمیشه و کسی که رحم کنه رحم کرده میشود. این انسان در حدیث می آورد که کفش خود را بسته کرد، از این چاه آب کشید، پیش حیوان گذاشت، از دنیا رفت، کسی او را خواب دید یا بالآخره به طریقه وحی به جناب محمد و رسول الله ثابت شده، چون در حدیث می آورد که وقتی این کار کرد، رسول معظم اسلام می فرمایند که به این عمل خود دخل الجنه، داخل بهشت رفت. با یک سگی
با یک حیوانی خلاصه نیکی کرده. احسان و نیکی به حیوانات، این دین اسلام هست. نیکی به حیوانات، نیکی به انسانها که سر جایش. اما این که با کافر می جنگیم و با کافر میگیم نیکی نکن، خب ما دیگه از روی قرآن انسانی که پشت به طرف الله کنه، انسانی که ظالم باشه، انسانی که قطاع الطریق باشه، انسانی که خلاصه او را قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل. این کفاری که امروز ظلم میکنن، ستم میکنن، اینها مثل حیوان نیان، بلکه از حیوان پسترن. به این واسطه شریعت مقدس اسلام میگه که مسلمان های واقعی صفتنا اینه که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. پس با کافر حربی که با مسلمان می جنگه با اون نیکی و احسان لازم نیه، ولی با یک حیوان لازم هست سروران عزیز و بزرگوار. 22 دور کردن اذیت ها از سر راه مسلمان ها سبب دخول بهشت می شود. اذیت سنگ خار خاشاک سر راه هست، دور می کنی، این عملی هست که تو را به بهشت داخل می کند. 23 خوش اخلاقی و خوش رفتاری. 24 صدق و راستگویی در گفتار و کردار. اینا همه حدیث داره ولی چون وقت تمام شده سریعتر میگذرم. 25 دیدن از بیمار و پرسان کردن از احوال بیمار. میری از یک بیماری خبر میگیری و احوال میگیری، سبب دخول بهشت میشود این کار تو. 26 آسانگیری در خرید و فروش. معامله داری به خاطر الله، در خرید و فروش آسانگیری میکنی، سختگیری نمیکنی، این عمل تو سبب دخول بهشت میشود. 27 صبر و شکر. پاداش اینا چیه؟ اگر مشکلاتی به سر تو میآید صابر هستی و اگر نعمتی میرسد شاکر هستی. پس همیشه باید صابر و شاکر باشیم. پاداش صبر و شکر چی هست؟ دخل الجنه، داخل بهشت انسان می شود. 28 محبت با مسلمانان به خاطر خدا، همدیگر را دوست داشتن به خاطر خدا، محبت کردن به خاطر الله سبب دخول بهشت می شود سروران عزیز و بزرگوار. 29 رفتن به طلب علم، علم دین. کسی که به راه دین و برای علم دین قدم میگذارد به هر سن و سالی که هسته به طلب علم دین باشه، این سبب و وسیله داخل شدن بهشت می شود. 30 که 30 موضوع را اشاره کرده توبه هست عزیزان من. از آخر که بیان کردم به اینه که رأس همه برنامه ها توبه هست. توبه سبب دخول بهشت می شود. قرآن عظیم و شان می فرماید یا ایها الذین آمنو توبوا توبة نصوحا. ای کسانی که ایمان آوردید، ای مسلمان ها، ای مؤمنین، شما توبه کنید، توبه خالصانه. وقتی توبه کردید نتیجهش چیست؟ عسى ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. سبب این توبه شما را به بهشت داخل می کند. عسى ان یکفر عنکم سیئاتکم. امید است که این توبه که کردید الله بیامرزد گناهان شما را و داخل کند شما را در بهشت که جنات تجری من تحتها الانهار، بهشت که اون نعمتهای بهشت، آن درختان بهشت، قصرهای بهشت، خلاصه اشیا و متاع بهشت را هیچ چشمی ندیده و هیچ دستی اونها را لمس نکرده، در انتظار تو مسلمان هست. تو کسی که به خانه الله آمدی، این نتیجه این نماز چی هست؟ بهشتی که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. به بهشت هرچی که نفسهای اشتها داشته باشد مهیا هست. هرچی که تو انسان مسلمان تو میخواهی و دوست داری در بهشت مهیا هست. هر آنچه که نفس اشتها داشته باشه نزلا من غفور رحیم، بهشت مهمانی هست از جانب الله سبحانه و تعالی. خلاصه بهشت جایگاهی هست که وسارعوا، بشتابید به طرف بهشت. این آیه مبارکه هست وسارعوا الی مغفرت
من ربکم، بشتابیم به سوی مغفرتی که از طرف پروردگار و از جانب پروردگار، او آمرزشی که از جانب الله هست. بهشت چگونه به دست می آید؟ دستان خود را بالا کن، هر گناهی که کردی، هر سهوی که کردی، هر اشتباهی که کردی، تا حتی به هر حرامی که دست زدی، پاک کن رو بردار. چگونه پاک کنی؟ دستار بالا کن که ای الله اشتباه کردم، ای الله ندانستم، ای الله تو عفوی، ای الله تو عفو دوست داری، ای الله من یک بنده که از درگاه تو گریخته بودم، هر دری را در زدم بوی ناامیدی بود، ولی درگاه تو درگاه ناامیدی نیست. ای الله با این بالا کردن دستها رحمت الله می آید، مغفرت الله می آید. و خلاصه الله سبحانه و تعالی، تو انسانی که هر قدر بدبخت و شقی باشی، الله تو را به آغوش رحمت می گیرد. بناهن سروران عزیز و بزرگوار، هر کدام من و شما در این دنیا زندگی می کنیم و از این دنیا می رویم. دنیای بعد یا بهشت است و یا دوزخ. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی در دنیا می خواهد خود را بهشتی کند و کسی می خواهد خود را جهنمی کند. او لحظه ای که به صحرای محشر گفته شود فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، گروهی بریم به طرف بهشت و گروهی بروید به طرف جهنم، در او لحظه تو مسلمانی که به این هوای سرد آمدی که الله را سجده کنی، در او لحظه ره سپار بهشت میشی. او انسانی که از الله غافل و او انسانی که الله را نشناخته و او انسانی که مدد را از غیر الله میخواهد و او انسانی که دل به غیر الله بسته کرده و او انسان بدبخت و شقی که فسق و فجور در دنیا برای انداخته، آن لحظه لحظه ندامت و پشیمانی هم نیست. چه کار میشود؟ حرکت میکند رو به طرف جهنم. الله سبحانه و تعالی اعمال همه ما و شما را اعمال صالحه بگرداند. الله سبحانه و تعالی ای الله ما را از جمله و اشخاص کسانی بگردان که به صحرای محشر نامه اعمال به دست راستشان داده می شود. ای الله از جمله کسانی بگردان که فریق فی الجنه گفته می شود. ای الله از جمله کسانی بگردان آنهایی که ضاحکت و مستبشرین. خدایا مریضان را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا اسرایی که طلب دعا نمودن، ای الله اسیران را از قید اسارت یا الله خودت نجات بده. خدایا پروردگارا ظالمینی که بر سر این ملت ظلم میکنن، خدایا هدایتشان کن، خدایا هدایتشان کن. خدایا اگر قابل هدایت نیستن، خدایا دست ظلمشان را از سر ما کوتاه بگردان. خدایا پروردگارا، خدایا پروردگارا الهی تو آن کن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، نه آن کن که فردا در روز حشر تو ناخشنود باشی و ما شرمسار. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.